آدمایی که میگه شما در آلمان اویلیکاتون 3000 یورو نیک نمیدونی نرخ نبود چند سومه. 1 کیلو کدو 1 کیلو کدو 4 یورو 19. اینا پامیدورا رو دیدیم ما در چری 1 کیلوش 8 یورو 23. 1 کیلوش 8 یورو 23. 1 کیلو سیب چند سومه نگاه کنید. سیب دیدیم 3 یورو اینی میشه. ایشم خد 3 یورو. سیب عادی. تربوزا نمیخوای 1 کیلو میبره 1 کیلو میبره 2 هفته دونو. نه هندلاشش 4 یورو. 1 دوناش. 1 دوناش. 2 شده اینجا. این ها. آووکادو ارزون شده. اسکیتکا. 1 یورو 19 سنت. 1 دوناش. سیب دیدین 3 یورو اینی میشه. ایشم خد 3 یورو. سیب عادی. تربوزا نمیخوای 1 کیلو میبره 1 کیلو میبره 2 هفته دونو. نه هندلاشش 4 یورو. 1 دوناش. 1 دوناش. 2 شده اینجا. این ها. آووکادو ارزون شده. اسکیتکا. 1 یورو 19 سنت. 1 دوناش. کیوی دوناش 45 سنت. یعنی نیم دلار، نیم یورو. اناناس 1 دوناش 2 یورو. بعد ببینیم 3000 یورو اولیگمون فقط چیکار میکنیم؟ کادو میخریم. همون کادو شوربای تاجیکستان. اگر گش درباره گوشت گپ زدن تام شرط نیست. ای 13 14 سال میشه تو 17 18 یورو کیلوی گوشت. اولیکوی ما نمیخرن. 2 کیلو گوشت میشه 3 4 دونه کادو میشه 5 6 دونه پامپس. همون زندگی تاجیکستانه. خیلی هم پیستا چند بگم که پیستا چند سوم باشه. واسه بیای هم ارزون پیستا چنده. 250 دونه استوی هم تکس پاستش 3 یورو 49. 1 دونه چیپس جرس پاداش دیگه 1 یورو 9 سنت. اینم چینکو 1 یورو 89 سنت. بسیاری نمیدونن بغیر از او که من نالوگ میسپارم در جای کار 500 سوم 700 سوم هم خیلی نالوگ میسپارم هر ماه. با میام هر یک چیزی که میخرم 19% از چیز من نالوگ میسپارم. مثال یا او من میبینم مغازین 1 یورو من میخرم 1 یورو میسپارم. نه که وای او در حقیقت 81 سنت 19 سنت دیگه یعنی 19% دیگه من نالوگ میسپارم. با همین خیلی دیگه مغازین چی میتیه نالوگ با مغازین چی عدل نمیتیه برای همون او ما عدل نمیتونم نالوگ با آدمی که ای استحصال میکنه و ای آدم نالوگ با عدل نمیتیه. خواست من نشون تو میتونم نگاه کنیم. بسیاری ها نمیدونن این نمیجه نگاه کنیم 9 یورو 96 سنت چی دیگه پلیما نه که 1 یورو 40 سنت چی گرفتگیان نالوگ گرفتگیان برای همین خیلی 11 یورو 39 سنت شدگی. ایما با 19% دیگه نالوگ گرفتگیان. اگر نگاه کنی روک گلد پایونشه شتویا نیستگی 19%. اینها نگاه 9 یورو 96 سنت این نالوگای ای چیه نرخش میشه یا 1 یورو 43 سنت نالوگ سپاریدگیم 11 و 39 آبشی پلاتودگیم. این چیز هست که حتی بسیاری آدمایی که در همین آلمان خودش زندگی میکنن یعنی خارجی ها در نظر دارم همین چیزا نمیدونن. بغیر از اون که ما نالوگ در جای کار میتیم با هر چیزی خوردگی اون دل نالوگ میتیم.